خانم ها و آقایان، قبل از همه تشریف آوری شما عزیزان به نشست اعتراضیه که به خاطر درگذشت خواهر هموطن ما زن مظلوم و بی‌دفاع فرخنده به ابتکار شورای سراسری زنان افغان در عالم و اتحادیه انجمن‌های افغان‌های اتحادیه انجمن‌های افغان‌ها در کشور عالم تدبیر یافته خیر مقدم بگوییم و ما گرد هم آمدیم تا سوگواری همین خدا نسبت به این حادثه الابناک اظهار نمایش. من نمیتونم امیال دروی و خیلی اقدام میگیرم، نمیتونم بیشتر صحبت کنم. برای که ما در مرکز کابل در پایتخت کشور ما افغانستان حادثه الابناک را شاهدش بودیم که به تاریخ 19 مارچ اتفاق افتاد. زنای کشور ما هر روز قربانی میشن، هر روز تکرار میشه. دولت، مسئولین پلیس هم به یک قسمت غفلت جدی نمودند. ما از نام تمام زنای افغان مقیم کشور هلند صمیمانه از دولت تقاضا داریم که به زودترین فرصت عاملین این قضیه مورد مجازات علیمی قرار بگیرد و به جزای اعمالشان رسانیده شود. من دیگر نمیتونم صحبت کنم، کلی موقع نمیگیرم. بسیار یک حادثه الابناک است. صرف میگوییم فرخنده تو زنده ای، ما ادامه دهنده ای، این تابو شکن هستیم. فرخنده تابو شکست و ما فرخنده های در تمام کشور و سراسر افغانستان و بیرون از مرز افغانستان وجود داره که ادامه دهنده راه فرخنده هستیم. فرخنده می‌درخشد، فرخنده آرام بخواب، به خاطر که خواهران تو برای اولین بار تابو را شکستاندند و جنازه تو را برای اولین بار زنای افغان بر شانه‌های خود به دوش کشیدند. تشکر از توجهتون. دیگر نمیتونم صحبت کنم. فرخنده تا 19 مارچ سال 2015 مربوط خانواده‌اش بود. اما بعد از 19 مارچ سال 2015 مربوط جامعه مدنی افغانستان شد. او شخصیت نهادینه‌ای شد در تاریخ افغانستان که در گذشته ها چنین جنایتی در برابر انسان در او سرزمین صورت نگرفته بود. به همین اساس خاموشی 4 ساعت در کابل وجدانهای بیدار را بیدار ساخت و همان شب انسانهای در جاده‌های شهر کابل برآمدند و صدای مدنی خود را بلند کردند که در این وطن جنایت جریان دارد. بیدار شو هموطن و تو هستی که این صدا را با جامعه مدنی همنوا می‌سازی. تو هستی که کاخ سلطنت استبداد را بیدار می‌سازی. وجدانهایی که هنوز خواب هستند تو بیدارش می‌کنی. به همون اساس بود که شب دومش جاده شاشیران به نام جاده فرخنده به همت جامعه مدنی افغانستان بلند شد و این کلانترین افتخار بر جامعه مدنی افغانستان است. برای اولین بار در تاریخ اسلام که دین بسیار مقدس و پاک است، زن موقعیت خاص خود در تدفین خودش پیدا کرد. خودش تابوت هم جنس خود را بالا کرد، در دفن گذاشتش، حتی حاضر بودن که جنازه را خودشان بخوانند. این عملی است که حوزه تمدنی مردم افغانستان را با خود هم نوا ساخت و گرم ساخت. وجدانهایی که پیشتر گفتم که خوابیده بودند و را بیدار ساخت. بیایید به نام آن روزی که در او وطن مساوات، عدالت و وجدانهای بیدار متحد شوند، یک بار دیگر صدای خود با او هم نوا بسازیم. از 19 مارچ تا امروز سراسر جهان غم دیده است. هم افغان، هم ایرانی، هم پاکستانی، هم تاجیکستانی و هم کشورهای که در محور آنها قرار دارند
امروز با فرخنده هستند و فرخنده را یاد میکنند. به همون اساس بود که اتحادیه انجمن‌های افغان‌ها در هلند در همیاری شورای سراسری زنان برای اولین بار در هلند صدای خود بلند کرد که ما میریم به برنامه یادبود از فرخنده که صدای ما را شما لبیک گفتیم. از حضور تک تک شما باز هم در برنامه ما خوش آمدید و خیلی مقدم. امیدوار هستم که شعری را که من برای شما میخوانم شما در هر بیتش خود در گلوی فرخنده احساس کنید و دردش احساس کنید که فرخنده چی درد را کشیده. وقتی که فرخنده را گرفتن و اولین بار حجابش از رویش کشیدن و زیر ضرب شکم گرفتن، صدا میکرد با گلوی خفته خود: خداوندا بگیر دستم، منم یک زن به دست کتله مردان بیدانش. به من تهمت همه بندند، محکومم همه سازند به کفر دین، به آتش سوزی قرآن. بیا مادر، بیا مادر بگیر دستم، که تنهایم نجاتم ده. تو میدانی و بابایم که من خود طالب دینم. بیا بابا، بیا بابا نجاتم از غضب آلود مردان ده، که می ترسم ز وحشت پای تا سر لرزد اندامم. آهای مردم، آهای مردم مدد خواهم، نمایش نیست این حالم. بیایید این گدا را کمک بر دامن اندازید. آهای مردم مدد خواهم، نمایش نیست این حالم. بیایید این گدا را کمک بر دامن اندازید. آهای مردم نیازمندم، مدد خواهم، مدد خواهم. دهید ای خدایان گوش بر عذرم، به فریادم. گناهم نیست من پاکم، دروغ است این که بر آتش کشیدم من قرآنی را. مزن با سنگ بر فرقم، مکوبم با لگد در خاک. مکن بی آبرویم، من مسلمانم با سترم. مکن بیرون حجابم را، مکش مویم، مزن با چوب بر رویم. منم مثل تو انسانم، ندارم طاقت این درد را، بهر خدا بس کن. بیا مادر به دادم رس که میمیرم از این وحشت. نمیبینند چشمانم دگر، دستم ز کار افتاد. ببین مادر که پایم را به ضرب چوب بشکستند. بیا مادر ببین که این بی خدایان دخترت را غرق خون کردند. برای حفظ نامشان، بر اثبات مقامشان. بیا بابا، بیا بابا ببین که از هر طرف مرد مرا کوبد. چه درد میکشم یارب، چه خون بارانم ای مادر. کشیدندم به بام و در، به زیر سینه موتر. شکست آنجا قفس در سینه من، بغزم گلو بگرفت. نفس تا می کشیدم می فشردم باد دستشان گلویم را. چه درد داشتم یارب، چه زخم آلودم ای مادر. دمی که جسم از هم پاره من را به بیرحمی کشیدند از پی موتر سوی دریای کابل. وای چه خون آلوده بود چشمانم از فرط قساوت ها. همه دیدم که پیهم سنگ بر فرق من بیریخت. صدای نارسم دیگر میان سینه مرد از ضرب. به چشمم هر طرف روی گل از خون گرم من. مرا فریادهای نعره تکبیر بالا برد. هنوزم جسم زخم‌آلود گرم من به آرامی نفس میداد جان میکند که زان بالای بالا پرت گشتم در دل دریا. چه دردی داشتم مادر، نکرد احساس کس دردم. نفس اما هنوز هم
بود لای پرده های تن، دمی که روی جسم من تیر پاشیدند. دلم فریادها می شد کشند، اما ببستند با لباس چرک و بوناک دهانم را. مرا زیر لباسشان نهان کردند که تا آتش بگیرد جسم من دوزخ شود جانم. نبودی مادرم تا می کشیدی ز آتش سوزان تو این فرزند دلبندت. چه دردی داشتم مادر، نکرد احساس کس دردم. هر آن یک حجرم که آتش گرفت از درد پاشیدم. ز خونم رنگ شد دامان فردوسش، فلک بشکست. قلب آسمان چون شیشه از هم ریخت، بهشت آتش گرفت و سوخت از قهر جهالت ها. اگر من کفر بودم پس چی نامم این خدایان جهالت را؟ بیا مادر برخیز و برایم دادخواهی کن. بگیر خاکستر گرمم به آغوشت، بده بر زجه های نارس فرخنده خود گوش. که جسمم مرده لیکن زنده از فریاد و آوایم، که دادخواه عدالت هاست، فریاد همه زن هاست. بیا مادر برای دختر خود دادخواهی کن. بیا مادر برای دختر خود دادخواهی کن. تشکر از شما. سلام های خدا خدمت یک از این ناظرین، پدرها، مادرها، برادرها، بچه‌هایی که اینجا حاضر هستند تقدیم می‌کنم و از صمیم قلب شهادت خواهر عزیزان فرخنده را و یک شما تسلیت عرض می‌کنم و جای افتخار است که من به حیث خواهر شهید فرخنده همچون برادران، خواهران، پدران، مادران که اینجا تشریف دارد افتخار میکنم. من تنها نیستم که این داغ یا این آتش به جانم است، بلکه به تمام مردمم، به تمام خواهران و برادرانم که اینجا تشریف دارد. این بسیار یک نمیتونم بگم. من اصلا مردم من، خواهران و برادران من قلب من خالی کردن که راجع به خواهر شهید من فرخنده از ته دل من گپ‌های من به مردم، به گوش ملت افغانستان، به گوش دولت ما رسانده. باز هم تشکری میکنم از مردم عزیز خود و از برادران و خواهرانم که اینجا تشریف دارند. انجمن افغانای مقیم عالم سپاس میکنم و ناگفته نماند که این عقل را به خود و به فامیل خود نمیتون که خون فرخنده را بر این مردم ظالم ببخشه. من از مردم خود تقاضا دارم، اولا دولت باید استاده شود، از خون شهید ما را، خواهر عزیز ما فرخنده را قدره قدره پرسان کنه. اگر دولت نپرسید، بعد از اون امی خواهرها و برادرها که سر تا سر جهان پشت ما و پشت فرخنده استاده است، خون فرخنده را قطره قطره از اینا پرسان میکنیم. باز هم من بسیار حال به سر احساسات هستم، نمیتونم زیاد گپ بزنم، وقت شما را نمیگیرم. تشکری میکنم از همه شما، تشکری میکنم از همدردی شما که با من همدرد هستید. بازم بر شما روز خوش، سلامتی، جانجوری میخوایم. این غم آخر ما شما باشه. خداوند افغانستان سربلند داشته باشه. همینطور فرخنده شهید سر ما را به تمام جهان بلند کرده. بازم موفق باشید. درود میگم بر خواهر عزیز خود فرخنده شهید. روی شاد نامش گرامی بود. تشکر از شما، تشکر از حکمت شما یاری میکنه. سلامت باشید. ما یک بار دیگه از نام تمام اشتراک کننده‌های این نشست
که به خاطر سوگواری فرخنده شهید تدبیر گردیده بود. یک بار دیگر تشکرات قلبی خود از محترم فرشته جان خواهرشان که اینجا تشریف آوردن ابراز میکنم و همچنان پشتیبانی همی که خود و تمام کسایی که در اینجا شرکت دارن و تمام زنای مقیم آنلاین یک بار دیگر به شما ابراز میکنم. تشکر سویم. جا دارد که از جامعه مدنی افغانهای هلند که به این صدای ما لبیک گفتن یک و یک تشکری کنم برای کسی که برای اولین بار این صدا را در فیسبوک بالا کردید و او را دوستای ما در سراسر هلند لبیک گفتن. صدایی که با هموطن ما در کابل هم نوا شد، صدایی که همایش‌های بزرگ را همیاری کرد و صدایی که شماها را از شهرهای دور هلند در اینجا جمع کرد در یک صف که تعدادتان به 300 تن می‌رسید. این کلانترین افتخار است در جامعه مدنی افغان‌ها در هلند. گذشته از اختلافات سلیقه‌ای، اجتماعی و سیاسی. ما ثابت ساختیم که گلش پس روشن شد. برو صحیح. بله. جامعه مدنی افغان‌ها در هلند ثابت ساخت که در اختلافات ما با اختلاف هستیم، اما در تعهد خود در برابر مردم خود، در برابر حرکاتی که در وطن ما غیر مسئولانه انجام میگیره و دوی سرنوشت افغان مدرن است، ما متحد هستیم. امروز این گردهمایی در دنهاق جریان دارد، فردا در امستردام جریان دارد و این گردهمایی ادامه خواهد پیدا کرد تا زمانی که در او وطن چهره اساسی جنایت افشا نشود. تا او زمانی که صدای ما من حیث افرادی که جامعه را ترک کردیم و در اونجا غم علیه هموطن ما جریان دارد هم نوا نشود با دیگر حرکاتی که در سطح جهانی مطرح است. من در اول هم گفتم که ما را فرخنده ببخش. اگر دوستای ما مکس کرده باشند از دو جهت تعریف کردیم. اول از اینکه مرد بودم هم جسم جنایت انجام داد که ما هم خود مکلف می‌دانیم که تو از این خواهر خود معذرت بخواهیم. حرف دوم این بود که ما را بخش به مفهومی از این که ما جامعه افغانستان را ترک کردیم، برای کسایی گذاشتیم که اونا همکاری حرکت هستند. 30 سال نبود روشنفکر، 30 سال نبود فرهنگی مدرن، 30 سال نبود حاکمیت قانون چنین وضعی را در جامعه به بار آورد که مسئولش تنها یک جریان سیاسی نیست، همه جریان سیاسی است. ولی کسانی که پیرو مکتب مترقی، پیرو مکتب دموکراتیک در حرکت بودن، خود را مسئول احساس میکنم که جامعه را از او حرکت خالی ساختن. به او اساس صدای ما صدای مردمی است، صدای مدنی است و این صدا با تمام امکاناتش حفظ خواهد شد، انتقال خواهد میشن. در اینجا همیاری هر یک شما من حیث افغان‌های مسئول، من حیث کسایی که مکلفیت داریم، در این خواهد بود که ما را در این حرکت همراهی بکنیم و همراهی شما باعث جمع جوی شما، باعث حرکت ما، باعث نیروی بیشتر به خاطر سازماندهی همچو برنامه خواهد شد. در غیر از او اتحادیه انجمن‌های افغان در هلند، همایش اروپایی زنان افغان در هلند و شورای سراسری زنان افغان‌ها، انجمن‌های مختلفی که در اینجا فعال هستند، بدون حرکت شما، بدون حمایت شما وجودشان تحت سوال قرار میگیره. و او اساس ما سپاسگزار تشریف آوری شما هستیم. از خورونگه تا روتردام، از روتردام تا ماستریخت اینجا دوستا تشریف آورده بودند و این خود ازی تعهدی مردم نسبت به وطنشان، نسبت به عملی که در وطن شده انجام نشان میده. از شورای سراسری زنان که صدای ما را لبیک گفتم، از انجمن آرنم که زمینه همکاری مساعد ساخت، از کل انجمن‌هایی که از راه دور آمدن یا با ما هستند و یا با ما نیستند، در این صدا ما را معاونت و کمک کردن تشکری ویژه می‌کنم. از همه شما که از راه دور آمدین، از شما تشکری ویژه می‌کنم. و امیدوار هستم که این حرکت مدنی ما شما به یک حرکت و جنبش ملی قوی تبدیل شود تا اینکه ما در جامعه تاثیرگذار واقع شویم. در غیر از او حرکت فردی فکر می‌کنم که تاثیر شاید 10 سال طول بکشه، ولی حرکت مدنی 10,000 نفری عمر خود زیادتر طول نمی‌سازد و در اون جامعه تاثیرگذار بسیار قوی است در مقطع‌های بسیار کوتاه. به اون خاطر وحدت شما، اتحاد شما، همبستگی شما در حرکات اجتماعی و سیاسی محسوس و قابل محاسبه است. از کسانی که از آغاز از سال 10 تا امروز
4 بجه تقریبا میمونوازی کردن دخترکای جوان برادرایی که اینجا کاری کردن از کامرامین بسیار عزیز ما از 2 برادرایی که همیشه ما را کمک کردن از شرارتن که صدای ما را در اول با تقریبا جامعه مدنی عمومی شریک شد. تشکر از نو تشکر از کسانی که سهم اساسی در برگزاری برنامه داشتن. برای همه شما روز خوش می‌خواهم و امیدوار هستم که در برنامه‌های بعدی همونطور واحد و همبسته با هم باشیم و آرزومند هستم که در برنامه امشب که در دنهاک است هم حرکت همیاری شود و حرکتی که فردا در امستردام است اون هم همراهی و کمک شود. تشکر از همه شما. تنها در آخر شما تشریف داشته باشین همون امضایی که شما از سهیلا جان تقاضا میکنم که یک جای عین متن چیزی که است تصمیم خواهر فرمایید شما فرمایید داره پیکاسی دوستان میشه کلی که ببینه که عین چیز ما تصمیم در پای این متن همه شما امضا کردین نه؟ و مزین با امضای همه شماست و مفهوم ازی است که اتحاد افغان‌های هالند نشان میده و ما میخواهیم که پروسه دادخواهانه علیه مجرمین صورت بگیره و این سند نشان دهنده ازی است که ما افغان‌های هالند از او حرکت حمایت میکنیم و برای قضای افغانستان برای کسایی که تصمیم گیر هستند سند میدیم که اگر فراموش کنین که شما قضیه را دقیق بررسی نکنین ما آماده هستیم که با فامیل شهید یک جای با جامعه مدنی داخل کشور هم نما شویم و هر امضای خود را بازخواست کنیم که در برابر امضای ما چه برخوردی صورت میده. بنابراین این از نام همه شماست، از نام همه کسایی که در اینجا امضا کرده، ضمن از نام همه افغانایی که داخل هالند زندگی میکنند.